هست؟ میگه اولش تقوای فکری هست. تقوای فکری چی هست؟ یعنی تقوای فکری هست که غرور نداشته باشی، تکبر نداشته باشی، خودخواهی نداشته باشی، ابلیس صفت نباشی، شیطان صفت نباشی. باز بر از او هدایت نمیشن. اگر رهبر ما را اجازه میداد که ما کسی را دشنام بتیم، ما در منطقه دیافغانان کابل کلان شدیم. اگر یک کتاب دیکشنری دشنام نوشته کنم میتونم. از شما که دشنامای خطرناک که تو هنوز در خوام ندیدی یاد دارم. اما چون رهبر ما رسول الله صلی الله علیه و سلم است، ما را گفته عفیف لسان باشین، دستتان پاک باشه، چشمتان پاک باشه، به طرف ناموس کس حیل نکنید، زبانتان پاک باشه، حرف زشتی حتی به کافر نگویید، قلبتان پاک باشه، همیشه برای اصلاح بشریت کار کنید.